خیلی حال میده. رمز وای فای رو بذاری گه نخور. الان 6 ماه پسر خالم داره ازم میپرسه رمز وای فای تون چیه، منم میگم گه نخور، بازم میپرسه. چندش؟ وقتی بچه بودیم یه بار مامانم کتکم زد، منم اومدم تریپ فیلم و لباسامو جمع کنم و برم، اومدم دیدم یه بار دیگه کتکم زد که چرا لباسه تا شده رو به هم ریختی. خیلی اوضاع خیته، خیلی اوضاع خیته. دخترم من گوشی مامانشو که 8 میلیون قیمتش بود گم کرده، هیچی بهش نگفتن که رویش خراب نشه. حالا من همسن بودم پاک کنم و گم کردم، با پادرمیونی فامیلا تو خونه تازه رام دادم. بچه که بودم خونمون چسبیده بود به مدرسه، هیچی دیگه. هر وقت از بلندگو صدا میکردن هم تو مدرسه کتک میخوردم هم تو خونه. خدا بذار من چوبمو بکنم تو دهن این خیالم راحت شد. پیرزنه تو تاکسی میگوزه، بعد با خودش میگه ببینم راننده شنیده یا نه. میگه پسرم شنیدی جریمه دوباره گرون شده؟ راننده میگه بی خیال ننه، فدای گوزه. من اصلا در مورد تو فکر نمی کنم. طرف میاد مسجد نماز بخونه، مهرشو میذاره زمین و داشته خیلی دقیق تنظیمش میکرده سمت قبله. معتاد کنارش بوده بهش میگه حاج آقا اومدی نماز بخونی یا پنالتی بزنی؟ خیلی اوضاع خیته، خیلی اوضاع خیته. یارو زنش طی یه حادثه پدر مادرش رو از دست میده. چند روز بعد میخواد به زنش دلداری بده که حال و هواشو عوض کنه. دست میندازه گردن زن و بهش میگه بی پدر مادر من کیه؟ وزارت بهداشت هر سال اعلام میکنه چند نفر بر اثر مصرف الکل از دنیا میرن. دیگه اعلام نمیکنه چند نفر بر اثر مصرف الکل به دنیا میان. کثافت‌ها فقط ضرراشو میگن. آروم باش. قزنفر میره آمریکا، تو رستوران میخواد غذا سفارش میده، میگه هات داگ، گارسون میگه تو گو، قزنفر میگه نه بیشور تو بشقاب. چندش؟